برادران بازم سلام علیکم سلام بر همه. خدمت شما هستم علی رضا. امروز تصمیم گرفتم که از بزهای کوهی نقشه‌ها یکی دیدن کنیم. تا به همین جا رسیدیم ندیدیم یگانتا در جاهایی که باید باشن از دور ندیدیم. میریم نزدیکتر. اگر به نظر ما نرسیده باشن میبینیم، یا که اگر کسی ترسانده باشن یا کسی شکار کرده باشه نمیبینیم. در راه اومدیم همین خیلی در دهن خوک شدگی این شرشره را دیدیم برادران تماشا کنیم. از تماشای راحت کردیم، گفتیم یک دقیقه هم باشه با شما این راحت را تقسیم کنیم. این آب همان آبی است که خاک را به سنگ تبدیل میکند. خاک را به سنگ تبدیل میکند. سنگی هست سنگی سخت، هست سنگی سخت‌تر ملایم‌تر. الان سنگی در بین بیه شوخ. همین خاک است. روی رفتگی. ولی نشانتون میتیم همین خاک است. وقتی که آب با بلوش میروه با جایی که آب دیگر آب اگر همینجا بریزه دیگر خورده داره میکنه. یکی آب باشد برعکس زمین را به سنگ تبدیل میدهد، زمین محکم میکند. در جاهایی که آب میرود 10-15 سانتیمتر سنگ شدگی است. در این خاک سنگ شدگی است. خیلی گفت خبر برادر در ترکیب آب چی مواد شیمیایی است که ما نمیدونیم. اگر این آب در روسیه باشه آب زنده همین است. آبایی که در بخلشکر در روسیه میرسن آب زنده نشدگیشن و یا زندگی ندارن و یا آب مردن. آب زنده نه یکی هر یک ثانیه تاب میخوره. من آب زنده را میگم. باز در ترکیبش مینرال داره. آب مینرالی هم هست. همین قدر که این آب در ناحیه سنگور است. در سودی اگر در یک جای دیگر میبود این از سرچشمه در زمین نمیره، در بخلشه میره حرکت میکرد دیگر طرف. این برادر همون سنگی که خاکی که سنگ گشتگی است. باور نکنه بالاتر من نشان میتیم با دلیل های است. این سنگ همین خاک بودگی است. سنگش گردوندگی است. همین آب با بلوش میره سنگ میشه. این برادر باز یک دلیل دیگر گفتم که خاک سنگ میگردن. یک دلیل دیگر سنگ، این سنگ حقیقی است. انا این همون خاکی است که گفتم سنگ گشتگی. این سنگ چسبیدگی در تنه همون خاک نمیکنیم. این سنگی اساسی است. این در بالای همین محکم شدگی خاک در بالای همین. و غیر از این باز یک دلیل دیگر میاریم. این چوب در درون سنگ ای طرف رو اومدگی است. اینش هم ریشه. اگر این خاک نمیبود چوب در سنگ میبود، چوب در درونش نمیدرومد. ریشه در درونش، این ریشه هم نیست چون نه ریشه است. ریشه در درونش نمیدرومد این قدر نیست. اینش هم یک دلیل دیگر. در نقطه‌ای که دلیلش باید در چشم به نظر برسن. این خاک است. دیگه چه برادر خاک. این خاک است او رسیدگی لایشتگی اینه. همین خیلی میم بالا اینه. اینجاش باز ملایم تر است. سنگ گشتگی اینه که ملایم تر است. اینجا از این بالاتر نگاه کنید. این سنگ است. این بالا سنگ شدگی است. ما 10-15 سانتیمتر گفتیم 25 سانتیمتر 30 سانتیمتر سنگ گشتگی است. با کماندش خاک. حتی جایی که میریزه یستی که باید بخرش چقدر با زودی سنگ تبدیل میوه نمیخرش آب.
فقط ای پایان سنگو ریخته ایستادن برای همون کفش در رفته ایستاد. انا همینجا همش همین خیلی همین خمبی و همینجا آب رفتگی دیگه کنه که زرد است. همین زردی همه شوخ شدگی سنگ. تنها اینجا نیست. همین قدی آب جایی که آب میره همونجا شوخ شدگی است. تاکی پای ما هم بیزی برنگه اینه برادرها. آبی سرگیزو، مغازی، بوی از مینرال بوی. نمیدونم با اکر چکل بگم نمیدونم دقیقاً بگویم که برای فلان در دوای نه که برای بسیار در تو دوای. آبی که مینرال نداره چقدر آبی فایده‌ناک میگن. نه که آب قدر مینرال داره که با نظر میرسن مینرال ها. حرکت‌هاش به نظر میرسن. برادر عزیز متاسفانه ای نقشی رو یگان خبری نیست. نشد که گشتیم حرکت پایان. یک دره دیگر هم هست. دره هم خبر میگیریم امکان هست که اینجا باشد. اگر اینجا باشن یک تماشاش میکنیم یک جویا حرکت میکنیم نزدیکتر بریم. ما هم قدقدی چشمه تلخک همینو میگن. البته این چشمه رفته توی حوض است باز یکی آب تلخ نیست تلخک نمیداره آب خودش تلخک میگن نامش هم خیلی یا اگر ماهی زنده بمانه برای ماهی به حد جای خوبه کم کاری زیاد نداره اولش کمتر و بیل دم میدادی باز زیادتر میشه های باز فشکی نگوینده